بزرگترین خیانتی که انسان میتواند با خودش بکند ترس از این است که حالا دیگران درباره من چه فکری میکنند. از مکالمه و پرگویی بیجان نجات پیدا خواهید کرد اگر به خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی کنند مگر اینکه وکیل مدافع و یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت‌های شما پول خرج کرده باشند. کسی که چرایی برای زندگی داشته باشد با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. خاطرات خیلی عجیب هستند. گاهی اوقات میخندیم به روزهایی که گریه میکردیم و گاهی گریه میکنیم به یاد روزهایی که میخندیدیم. بعضی آدما به شما وفادار نیستند بلکه به نیازشان به شما وفادار هستند و همین که نیازشان برطرف شود شما را کنار میگذارند. کاش این مردم میفهمیدند حالی که پریشان است آرامش میخواهد نه سرزنش. بی تفاوت باشید. شادی چیزی نیست جز داشتن سلامت تن و یک حافظه ضعیف. بعضی آدما بهت قول میدن تو سخت‌ترین لحظه ها کنارت باشن اما یهو میبینی که همونا سخت‌ترین لحظات زندگی تو برات رقم زدن.